راز نابودی تمام بیماری‌ها همین ترکیب جادوییه. اگر مدفوعت کامل خارج نمیشه خواهش میکنم که با دقت گوش بده. اگر بعد از خوردن هر وعده غذایی نفخ شدید میاد به سراغتون، شکمتون باد میکنه، فقط یک دلیل بیشتر نمیتونه داشته باشه. چیه؟ اینه که روده هاتون پر از مواد زائد و درست تخلیه نمیشه. میخوام درمان قطعیشون رو بهتون بگم، خواهش میکنم که با دقت یادداشت کنید که یادتون نره. یه بار بیشتر نمیگم. یه قاشق مربا خوری پودر زنجبیل، یه قاشق چای خوری تخم کتان به همراه یه نصف استکان سرکه سیب، اینا رو با هم دیگه ترکیب کنید. یه لیوان آب جوش هم بهش اضافه کنید، بذارید 10 دقیقه دم بکشه. بعد از هر وعده غذاییتون از این میل کنید. باعث میشه که یبوستتون کامل درمان بشه و یه طرف دیگه تمام اون روده ها، اون مواد زائدی که بهتون گفتم پاکسازی بشه و سر همین باعث میشه که شما فردا صبحش با انرژی بیشتری بیدار بشید. حتما به دوستانتون بگید و اگر اونایی که حالا جدید اومدن به جمع ما اضافه شدن پیج موروخ و فالو داشته باشن که از جلسات قبلی جا نمونن. کمبود ویتامین B12 داخل بدن باعث احساس گزگز در نوک انگشتان دست و پا میشه، باعث کمخونی و خستگی مفرط میشه، باعث عدم تعادل در هنگام قدم زدن میشه، باعث ضعف عضلات میشه، باعث بد اخلاقی میشه و از یه طرف دیگه باعث افسردگی، ریزش مو و زنگ در گوش میشه. صدای زنگ تو گوشاتون میشنوید و جالبیش هم اینجاست که باعث کمبود حافظه هم میشه. حتما از ویتامین های گروه B مخصوصا ویتامین B12 تهیه بکنید، استفاده بکنید. اونم نه ویتامین های B12 که داخل داروخونه هست شیمیایی، فقط یه ماده غذایی وجود داره که ویتامین B12 داره و سرشار از ویتامین های B و E هستش. برای اطلاعات بیشتر از این محصول عدد 4 رو کامنت کن، همون لحظه دایرکت تو چک کنی، اگر فالو داشته باشی برات ارسال میشه.